عوامل متعددی میتونه باعث بوی بد دهان بشه. جرم‌های دهانی، پلاک‌های دندانی و مواردی مانند عدم مسواک زدن مرتب، عدم مسواک زدن زبان. مهمترین چیزی که باید شما توجه بکنید این هستش که به یک متخصص لثه یا دندانپزشکی که مسلط باشه به کار مراجعه بکنید. علت اول مشخص بشه. اگه بعضی موارد مثلا علت از معده هست، ناراحتی‌های روده و گوارشی هستش، اینا کامل باید بررسی بشه. در اکثر موارد علت از داخل دهان هستش. فاکتورها باید بررسی بشه، ما ببینیم دقیقاً علت از کجا هست و اون علت برطرف بشه. مثلا یه بیماری داشتیم مراجعه کرده بود، مشکل سینوزیت داشت و اصلا سینوساش باعث این بوی بد دهان بود. خب باید ایشون سینوسشون رو درمان بکنن. یه مورد داشتیم بیماری گوارشی داشتن، رفلاکس معده داشتن، خب باید ناراحتی معده برطرف بشه. خیلی مهم هستش که اولین مورد مشخص بشه علت این بوی بد دهان کجاست. وقتی که علت مشخص شد ما میتونیم اون عامل رو کامل براش برطرف کنیم که طرف از نظر برخورد توی اجتماع مشکلی نداشته باشه. ممنون.